خب به نام مهربانی که عاشق است و همیشه حاضر، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه و در مسیر رویاهاتون باشید. یه سلسله لایو رو شروع کردیم، احتمالا امروز میبندمش دیگه. یه جنبندی میکنیم و یه کلیات میگم در خدمتتون. بازم لایو میذارم براتون، حتما باشید. بسته به موضوعات، یه موضوعی بود چند وقت قبل بهتون گفته بودم لایو میذارم راجبش، دیشبی که بچه‌ها یادآوری کرد. موضوع خیلی خیلی مهمیه، اونو حتما براتون لایو میذارم. حالا شاید جمعه شب شما میشه، جمعه صبح. من پنجشنبه قرار دارم، جمعه هم ظهر قرار دارم و شب. جمعه صبح یعنی جمعه شب شما، صبح ما. جمعه شب یه لایو خیلی 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 مهم براتون میذارم راجع به این که چطوری بتونید. یه استوری براتون گذاشته بودم که استراتژی ذهنی یه نفر رو با استراتژی ذهنی خودم قاطی کردم، بعد یه کاری انجام دادم. یه استراتژی که تا حالا تو کلاس هم حتی آموزش ندادم. خیلی به من کمک کرد، اونو براتون میذارمش حتما. یه سلسله لایو براتون برگزار کردیم که الان لایو، حالا بچه‌ها میگن پنجمه، نمیدونم چهارمه تو ذهن منه، شاید پنجمه، نمیدونم. آره شاید پنجم باشه. راجع به این که چیکار کنیم که تو زندگی موفق بشیم. یه سری اصول رو بهتون گفتم، این که تمرکزتون رو بیارید روی اهدافتون، این که تجسمتون رو چطوری انجام بدید، این که احساس لیاقت در خودتون. آره اینجا حالا یادم اومد اون یکی داره، احساس لیاقت، این که شادی درونی، این که شیوه تفکریتون چطوری باید متفاوت باشه. راجع به این صحبت کردیم که اصلا چرا باید رو خودتون کار کنید و تو این شرایط حال حاضر پیچ حساس کنونی اگر رو خودتون کار نکنید و قوی نشید به مرور نابود خواهید شد. یعنی دیگه الان شرایطی شده که آدما مجبورن رو خودشون کار کنن. من تازه وبینار داشتم، تموم شده، هنوز ذهنم درگیر اون وبینار است، ولی میخوام امشب یه سری، اولا یه نکته خیلی مهمی رو بهتون بگم که خیلی بچه همه این نکاتی که بهتون میگم اولا مهمه، من مجبورم اول همه لایوها اینو بگم. اگر شما به اندازه کافی رو خودتون کار نکنید، یعنی همه آنچه که باید یاد بگیرید و یاد نگیرید برای شروع، عملا شروع نکنید بهتره، چون میرید تو در و دیوار میخورید. یعنی یا یاد نگیرید، جمله معروف فرشید پاکزاد، یا کامل یاد بگیرید و الا اون نتیجه که باید بگیرید نه تنها نمیگیرید، ناامید هم میشید، الکی هم وقت و زمان و انرژی میذارید، بعدش هم سرخورده تر از قبل میشید، ناامیدتر از قبل، پولتون هم دور ریختید، زمانتون هم دور ریختید، انرژیتون هم تلف کردید. اگه نمیخواید کامل یاد بگیرید، خب بشین به بسم الله شونه که تو همه لایوها باشید. اوکی. البته در کنار این ذهنتون رو هم با اونور بوم هم نیافتید. بعضی اصلا هر کلاسی بود میرن، هر جا کتاب نمیدونم آموزش بود میخرن، هیچ کدوم هم انجام نمیدن، باشم میگن نتیجه آقا یه جا یه چیزی یاد بگیر ولی کامل یادش بگیر. کامل یادش بگیر، کاملا یاد گرفتنش الزاما این نیست که من فرشید پاکزاد بگم اون چیزی که دارم بهت یاد میدم کامل ترین چیزه، یا آقای ایکس یا ایگرگ یا فلان همکار من یا فلان رفیق بگه آقا این دیگه آخرشه یاد بگیر. اصلا مهم نیست من چی میگم، مهم اینه که تو وقتی از آموزش من یا هر آدمی دیگه استفاده کردی، خودت به این نتیجه برسی که کامل هست یا نیست. کامل نیست بازم باید بری یاد بگیری، حالا یا با همون مدرس یا مدرس دیگه یا به هر طریقی که خودت بلدی. بعضی هم که ترجیحشون اینه که دنیا بهشون یاد بده، یعنی جهان هستی انقدر بزننش تو در دیوار تا یاد بگیرن، زمان بیشتر، هزینه بیشتر و هیچی، زحمت و اذیت شدن بیشتر. حالا این باز با خودتونه، ولی یا یاد نگیرید لطفاً یا کامل یاد بگیرید. یکی از چیزهایی که خیلی 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 مهمه تو بحث رسیدن به اهداف، همراستا بودن ضمیر ناخودآگاهتونه با خودتون. دو تا چیزو میخوام بهتون بگم امشب، راجبش براتون صحبت کنم و ببندم این بحث رو. خب گفتیم که تمرکزتون باید رو هدفتون باشه. بچه‌ها شما هر چقدر هم تمرکز کنید رو هدفتون، ما یه خودآگاه داریم یا یه ناخودآگاه. اگر ضمیر ناخودآگاهتون موافق و همراستا با آن چیزی که شما میخواید بهش برسید نباشه، عملاً فایده‌ای نداره. و یکی از راه‌های سریع رسیدن به خواسته هم اینه که شما ناخودآگاهتون رو برنامه‌ریزی کنید. ناخودآگاه چیه؟ ناخودآگاه قدرتی که در درون همه آدم‌ها وجود داره و شما از تقریباً دیگه 9 سالگی به بعد دسترسی بهش ندارید. از 9 سالگی به بعد دسترسی بهش ندارید، یعنی تو کودکی از بعد و تولد تا 7 سالگی مقدار زیادی شکل میگیره. اطلاعات ورودی‌هایی که جامعه میده، مدرسه میده، پدر مادر میدن، میبینه یه آدم، یه بچه وقتی داره کم کم رشد میکنه، مفاهیم تو ذهنش شکل میگیره، نسبت به تلاش، باورها شکل میگیره، نسبت به احساس لیاقت درونی که داره و
7 سالگی تا 9 سالگی دیگه تکمیل میشه تقریبا، و از 9 سالگی به بعد دیگه به صورت مستقیم شما به اطلاعاتی که دست شکل گرفته تو ناخودآگاهتون، اطلاعاتی که منسجم شده، طبقه بندی شده، دسترسی ندارید و اکثرشون هم فراموش میکنید. ولی ناخودآگاه شما بر اساس اونا زندگی شما رو هدایت میکنه که شما آدم تنبلی باشید یا آدم زرنگی باشید، شما آدمی باشید که درست فکر کنید شیوه تفکرتون، یا آدمی باشید که خطی فکر کنید. تو یه لایو کامل براتون اینو توضیح دادم، تفاوت تفکر خطی و تفکر ارسطویی، و بهتون گفتم که آدم‌هایی که تفکرشون خطیه، که اکثر آدم‌ها تو ایران این شکلیان، عملاً نمیتونن درست تصمیم بگیرن، نمیتونن درست نتیجه بگیرن، نمیتونن درست انتخاب کنن، نمیتونن درست تشخیص بدن، نمیتونن درست تجزیه تحلیل کنن. گفتم شیوه تفکریتون باید عوض کنید. بچه‌ها امروز میخوام بهتون بگم شما اگر میخواید واقعاً موفق بشید، یک، نیاز دارید که ناخودآگاهتون چی بشه؟ نیاز دارید که ناخودآگاهتون موافق باشه با آن چیزهایی که شما میخواید در سطح خودآگاه بهش برسید. شما یه نیازهایی دارید، یه اهدافی دارید، میخواید ماشین بخرید، میخواید خونه بهتر بخرید، میخواید درآمدتون رو حفظ کنید، میخواید درآمدتون رو افزایش بدید، میخواید نمیدونم تورم ارزش داراییتون رو کم نیاره، همین یه سری خواسته ها دارید دیگه. ولی علم روانشناسی میگه که مهم نیست شما چی میخواید، مهم اینه که اون چیزی که شما میخواید با آن چیزهایی که تو ناخودآگاه شما در کودکی شکل گرفته است همراستا هست یا نه. اگر نباشه عملا شما هر چقدر شما مثلا تو کودکیتون با فیلمایی که دیدید، با حرفایی که خانواده پدر بزرگ اینا زدن، یه باورهای مثلا نسبت به آدمهای پولدار تو ذهنتون شکل گرفته که آدمهای پولدار دزدن. این حرفا رو زیاد شنیدید تو این سالها و فکر میکنید که خب نه من دیگه این باور ندارم. اصلا مهم نیست تو چی فکر میکنی، مهم اون باوری که تو کودکی شکل گرفته. اوکی؟ و با اینکه تو از لازم با آگاهانه و لازم منطقی به یک نتیجه برسی، زمین تا آسمون متفاوته. صحبتم اینه شما باید ناخودآگاهتون رو از نو برنامه‌ریزی کنید برای رسیدن به اهدافتون. وقتی ناخودآگاهتون موافق باشه با آن چیزی که شما در سطح خودآگاه میخواید بهش برسید، اون موقع است که تازه انفجار شروع میشه. یعنی خود ناخودآگاهتون همونطور که تا الان کاری میکرد که شما نتونید به سمت پولدار شدن حرکت کنید، خودش کاری میکنه که شما به سمت پولدار شدن حرکت کنید. این نیست که ناخودآگاه شما رو پولدار میکنه، اشتباه متوجه نشید. ناخودآگاهتون کاری میکنه که شما تصمیماتی بگیرید که به سمت پول حرکت کنید. ناخودآگاهتون کاری میکنه که شما تصمیماتی بگیرید یا ایده هایی رو به شما میده که شما راحت‌تر پولدار بشید. حالا سوال اینه که چطوری ما میتونیم زمین ناخودآگاهمون رو برنامه‌ریزیش کنیم؟ بچه‌ها به چند طریق میتونید زمین ناخودآگاهتون رو برنامه‌ریزی کنید. یک، با هیپنوتیزم. شما با هیپنوتیزم میتونید ناخودآگاهتون رو برای هر موضوعی، برای پول، برای سلامتی، برای صافی پوست، برای شفافیت پوست، برای زایمان بدون درد، برای تقویت تمرکز، برای تقویت تجسم، برای به دست آوردن آرامش، برای تقویت اعتماد به نفس، برای اینکه برنامه‌ریزیش کنید که مثلا به انقدر پول برسونمتون، برای تقویت حتی خلاقیت، برای خیلی از چیزها. خب برای تقویت تجسم، برای خیلی از چیزا شما میتونید ناخودآگاهتون رو برنامه‌ریزی کنید. با چی؟ با هیپنوتیزم. هیپنوتیزم علمی، خیلی چیزا به اسم هیپنوتیزم هست و کلاهبرداری ها، حواستون باشه. هیپنوتیزم علمی دقیقاً کاری که انجام میده ناخودآگاه میاره برای تو اون شرایطی که تو فرکانس هیپنوتیزم هستی در دسترس قرار میده. بعد تو ناخودآگاه تو چیکار میکنی؟ اون لحظه که در دسترس برنامه‌ریزی میکنی. با یه بار هیپنوتیزم هم اتفاقی نمیافته. 7-10 جلسه باید هیپنوتیزم کنید تا یه موضوعی رو بتونید به ناخودآگاهتون چیکار کنید؟ القا کنید. اونجا به بعد ناخودآگاهت کاری میکنه که تو مثلا تغذیه‌ای داشته باشی مطابق با چی؟ مطابق با اون چیزی که تو رو به سمت مثلا میخوای پوست شفافی داشته باشی، به سمت پوست شفاف. ناخودآگاهت کم کم شروع میکنه تمرکز تو رو میبره به سمت چیزایی که چی؟ تو رو به پول میرسونه. اوکی، انگیزه، یعنی اون مقاومت درونی بین میره. یکی از راهاش پس هیپنوتیزمه. یکی دیگه از راههای برنامه‌ریزی ضمیر ناخودآگاه بچا تجسمه. اون تجسمی که تو بحث قانون جذب مطرح میشه هیچ ربطی به قانون جذب نداره. در حقیقت تجسم مهمترین کاری که انجام میده اینه که ناخودآگاه شما رو برنامه‌ریزی میکنه. تجسم هم بهتون گفت، فکر کنم دیگه الایوا بهتون گفتم بهترین زمانش چیه؟ شب قبل از خوابه. شما باید یک تصویر واضح از اون چیزی که میخواید بهش برسید داشته باشید.
دقت کنید، یه تصویر واضح از اون چیزی که میخواید بهش برسید داشته باشید. اوکی. بعد اون تصویر رو قبل از خواب تجسمش کنید. اگر چند تا چیز رو میخواید بهش برسید، اون چند تا رو تجسم کنید. مثلا میخواید به 1 میلیارد پول برسید، آقا یه تصویر از یه پیامک موجودی حسابت که 1 میلیارد پول توشه، آقا اینو شبا موقع خواب تجسمش کن. آیا با تجسم صرفا تو به اون 1 میلیارد میرسی؟ نه، این هر کی این حرفو بهتون زد بدون کلاهبرداری، یا درست متوجه نشده داره بعد انتقال میده، نادانسته های خودشه، یا اون اشتباهی که برداشت کرده رو داره به تو انتقال میده. بچا تجسم تو کاری نمیکنه شما به 1 میلیارد برسید و ناخود. تجسم کاری میکنه که تو باور کنی و تو اون مسیر میبردت. اون کسی که تصمیم میگیره به آن چیزهای، ایده هایی که میاد تو ذهنش عمل کنه یا نکنه کیه؟ تویی. اون کسی که عمله رو هم انجام میده، اون اعمالی، اون رفتارها، اون کارهایی که باید انجام بده. برای مثلا مثال بزنم، مثلا جک انفیلد آقا اومد یه اسکناس $1 رو گفتم تو لایو قبلی بود، فکر کنم به شما گفتم، نه به شما بود یا یه جای دیگه بود، آقا چسبون سقف اتاقش، هر شب تجسم میکرد که سال آینده $100,000 درآمد داره. بعد از 3 ماه تکرار یه ایده اومد تو ذهنش، چاپ یه کتاب. خب این آدم میتونست کتاب رو چاپ نکنه، میتونست منطقی برخورد کنه، میتونست بشینه تحلیل کنه، بگه آقا هیچ کی با چاپ کتاب پولدار نشده که. حالا کی تصمیم درست رو میگیره؟ کسی که قدرت تصمیم گیری صحیح داشته باشه. بچه غیر مستقیم دارم یه سری اصول دیگه و کارهای دیگه هم که باید انجام بدید و بهتون میگم ها. یعنی شما یکی از چیزایی که باید یاد بگیرید تصمیم گیری صحیحه. بعد میاد کتاب رو چاپ میکنه، هیچ اتفاقی نمیفته. میره یه روز توی کتاب، توی داروخانه، توی مغازه، توی شاپ، نمیدونم یه جایی، یه کتاب میبینه، یه روزنامه میبینه، یه مجله میبینه که رایگان گذاشتن اونجا. یه کاش تبلیغمو بزنم تو این مجله. یه دفعه به دلش میفته. خب اینجا چی عمل؟ اینجا قدرت تمرکز یه آدم عمل میکنه و نشانه ها. وقتی بهتون میگم وقتی شما یه هدفی داشته باشید، اگر قدم بردارید یه سری کارها رو خود جهان هستی برای شما انجام میده. دقیقاً دارم راجع به همین صحبت میکنم. وقتی شما قدم بردارید یه سری کارها رو جهان هستی برمیداره. تو بهش فکر میکنی، میگه متعجب شدم از این که یه هفته بعدش، 2 هفته بعدش یه خبرنگار به من زنگ زد گفت میخوام باهات مصاحبه کنم. گفتم خبرنگار کدوم مجله؟ همون مجله‌ای که فکر کرده بودم تبلیغاتمو بزنم و پول نداشتم که تبلیغاتمو بزنم و نزده بودم. مصاحبه میکنه، مصاحبهش چاپ میشه، کتابش کم کم پرفروش میشه و سر سال تقریبا به همون درآمدش قبل از این $8,000 بوده، سر سال به حدود اون 190 و نمیدونم $7,000 پول میرسه. سال بعدش یه نقطه دیگه میذاره، 1 میلیون و به $1 میلیون فیکس میرسه. بچه‌ها تجسم این کار رو نکرده براشون، تجسم ناخودآگاهشو برنامه‌ریزی کرده، ایده اومده. پس کسی که به اون ایده عمل میکنه کیه؟ شمایید. برای اجرا کردن به اون ایده شما یه سری توانایی‌ها و ابزارها رو باید در خودتون ایجاد کنید. دیگه تو حرفام اینا رو بگیرید. تو باید نشانه‌ها رو بتونی تشخیص بدی. تو باید چیکار کنی؟ شجاعت یه ابزار درونی ما تو NLP میگیم. خیلیا میگن قبرستون، گورستان پر از ایده های اجرا نشده‌ای که سال‌هاست تو این گورها خوابیدن. همه آدم‌ها توی برهه‌ای از زندگیشون ایده های ناب اومده تو ذهنشون. همه شماهایی هم که تو این لایوید مطمئنم اگر به اندازه کافی به پول، به سلامتی، به هر چیزی فکر کردید، یه جایی تو زندگیتون یه تلنگاری خوردید، یه ایده‌ای اومده، یه پیامی اومده، ولی واقعیت اینه که 99% آدم‌ها، شاید هم بیشتر، به اون پیام‌هایی که دریافت می‌کنن توجه نمی‌کنن، به اون پیام‌هایی که ضمیر ناخودآگاهشون، چون نمیدونن، ناخودآگاه نمیشناسنش، نمیدونن که ناخودآگاه به شکل فکرهای معمولی پیامش رو میگیره. تو داری فکر میکنی، وسطش یه دفعه یه فکر میفته تو ذهنت که برو فلان کتابو چاپ کن. نرید حالا فردا همتون کتاب چاپ کنید، مثلا که برو فلان به فلانی پیشنهاد مشارکت بده، برو مثلا نمیدونم فلان اختراع رو ثبتش کن، برو فلان کسب و کار رو راه بنداز. مثل همه فکرهای معمولی که دارید کی میتونه تشخیص بده؟ کسی که قدرت تشخیص باشه، کسی که تیز حس باشه. تو NLP بهش میگیم تیز حسی. یه سری تمرین، هیچ کدوم اینا هم سخت نیستن. یه سری تمرین داره، شما انجامش میدید تیز حس میشید. آگاهی تو میبری بالا، قدرت تشخیص نشانه ها رو پیدا میکنی. همین. یعنی همه چیز نیاز به چی داره؟ نیاز به این داره تو بری دنبالش و یادش بگیری.
پس تا اینجا باید خودت تصمیم گیری تو شجاعت، اعتماد به نفس، این که بری انتشارات مختلف باشون صحبت کنی که کتابتو چاپ کنن. کتابی که اکنفیلد چاپ کرده به نظر من کتاب خیلی مسخره ایه، سوپ جوجه برای روح. کلا یه تعداد داستانی که بریده این ور اون ور جمع کرده سالها تو گنجش، تو چمدونش، تو صندوقچش، تو زیر زمینش، به قول خودش اومده اینا رو گذاشته کنار هم دیگه، یه اسم گذاشته براش سوپ جوجه برای روح، رفته انتشارات. چی میخواد که تو بری؟ به من بگید، کامنتو باز میکنم. چه مهارتی باید داشته باشی به جز شجاعت که تو بری چیکار کنی؟ بری با انتشارات صحبت کنی، بگی آقا من چنین کتابی دارم میخوام چاپش کنم. چه توانایی، چه ابزاری. سلام با هزاران درودم بر شما. به به های منظریان عزیز. آفرین آفرین الهام، آفرین. دقیقاً اعتماد به نفس باید داشته باشی دیگه. آفرین 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 آفرین. اعتماد به نفس، کسی که اعتماد به نفس نداشته باشه نمیتونه بره. آقا بعد جای دوم که رد شد، پیشنهاد شده رد کنن، سرخورده برمیگرده. سوال بعدیمو عارفه جواب داد. حالا اگر اعتماد به نفس داشته باشی، بری اونجا، چه مهارتی باید داشته باشی که بتونی با اون آدم صحبت کنی؟ آفرین. اینجا بچه‌ها نوشتن باید چی داشته باشی؟ اصول ارتباطات رو باید بلد باشی. بچه‌ها دارم اون چیزایی که باید یاد بگیرید تو خلال صحبتم بهتون میگم ها. یعنی باید اعتماد به نفس داشته باشید، باید شجاعت. و اگه از من میشنوید، تقریبا تمام ایرانی‌ها ندارن. باید ایده داشته باشید. ایده رو کی داره؟ کسی که خلاقه. اینا رو یادداشت کنید، روشون کار کنید، رو خلاقیتتون کار کنید. اینا رو کار کنید، من بهتون قول میدم زندگیتون کلا میشه یه زندگی دیگه. اصول ارتباطات رو یاد بگیرید. اینا لازمه ها. اگه یکی به من بگه آقا 10 تا چیزو به من بگو که من یاد بگیرم موفق بشم، بهش میگم آقا دقیقاً همینه. اعتماد به نفس رو یاد بگیر، اصول ارتباطات حرفه‌ای رو یاد بگیر، فروش رو یاد بگیر، تمرکز رو یاد بگیر، تجسم رو یاد بگیر، برنامه‌ریزی ضمیر ناخودآگاهت رو یاد بگیر، شجاعت رو یاد بگیر چطوری در خود ایجاد کنی. 6 تا بهتون گفتم ها. راهکار جهت درمان زخم‌های درون که همیشه همراه ما هستند. NLP. انگیزه میگیرم چون انگیزت بیرونیه. تکنیک تو NLP داریم که شما انجامش میدید کلا. همینم یاد بگیر. دیروز بود کجا بود؟ نه برای شما نبود، یه جای دیگه. بچه‌ها برای انگیزه پلن باید داشته باشی. تکنیک رفت عملی قبلا گفتم عشقم عزیزم، دورت بگیرم، لایو گذاشتم کامل توضیحش دادم. خب پس بچه همینایی که میگم روش کار کنید، ضمیر ناخودآگاهتون رو برنامه‌ریزی کنید. این ابزارهایی که گفتم. یکی دیگه از چیزهایی که نیاز دارید بچه تصمیم گیری، مهارت تصمیم گیری. ما یه جسارت تصمیم گیری داریم که اگر در کنار مهارت نباشه، اینا همش یاد گرفتن یا یه سری تمرین داره. خب شما انجامشون میدید، کلا مهارت تصمیم گیری رو به دست میارید. جلسات قبل راجع به یه سری ابزارها براتون، شادی درونی براتون صحبت کردم، احساس لیاقت رو صحبت کردم، آرامش درونی باید داشته باشید. شما میخواید به اهدافتون برسید، اول باید آروم باشید که این مغز بتونه خوب کار کنه. یه مهارت دیگه که 100% باید یادش بگیرید، مهارت هدف گذاریه. هدف گذاری الان تو دنیا دیگه بچه مهارته. هدف گذاری هم این نیست که خب هر سال اول سال بشینم هدفامو بنویسم، بعد مثلا خب میخوام به این برسم، به این برسم، بعد یه برنامه‌ریزی هم کنم، خب حالا 3 ماه اول به این برسم، 6 ماه اول به این برسم، بعد دیگه ولش کنم. چقدر اینطوری هدف گذاری کردن است؟ خب هدف گذاری یه جای کارش داره میلنگه آقا. یا اون هدف با درون سازگار نیست، یا ناخودآگاه تو برنامه‌ریزی نکردی، یا بلد نیستی پلن واقعی بکشی، بلد نیستی یا خوردش نمی‌کنی. هر کدوم اینا رو انجام ندی، به اون نتیجه که باید برسی نمیرسی. حالا بحثم امروز این نیست، حالا در خلالش کلی کار رو بهتون گفتم. کل صحبتم اینه که یه سری مهارت رو قبل از حرکت کردن به سمت هدف باید در خودتون ایجاد کنید. اوکی؟ که تو این مسیر خب تو ایجاد کردن، حالا همه رو هم میتونی جای مختلف یاد بگیرید، ولی راه میونبرش دیگه میدونید. راه میونبرش شما به من بگید چیه به نظرت؟ راه میونبری که همه اینا رو با هم دیگه حل میکنه در کمترین زمان ممکن چیست؟ چه متدیه؟ قانون جذبه، EFT، NLP، هیپنوتیزم، چاکرا درمانیه. NA منظورشه. خب همتون بلدید. دقیقاً. خب خدا رو شکر که همه میدونید. بچه NLPه
چرا NLP؟ حالا امروز نمیخواستم اینو بگم راجع به NLP صحبت کنم، ولی دیگه دید این حرفا رو کسی داره بهتون میزنه که همه این متدها رو بلده، همه رو کار کرده. چرا NLP؟ چون NLP خیلی سریعتر از بقیه جواب میده. چون NLP از همه جدیدتره. چون NLP میاد مسیرهای عصبی مغزت رو عوض میکنه. عوض اینکه به تو بگه برو شجاع باش، برو حرکت کن، انگیزه الکی بیرونی بهت بده، عوض اینکه بهت بگه بیا مثلا نمیدونم 3 ماه بپر بالا، این جمله رو تکرار کن تا ناخودآگاه برنامه‌ریزی، میگه چشاتو ببند، میره به عمق ذهنت دسترسی پیدا میکنه، هر چی میخواد اونجا ور میداره، میذاردش کنار، اون چیزی که میخواد و میذاره جاش، اون چیزی که تو میخوای میذاره جاش. میخواد شادی در تو ایجاد کنه، NLP نمیگه خب حالا برنامه روزانه داشته باش، انقدر برقص، فلان کن، برو اینجاها ریلکسیشن کن، مراقبه کن، فلان، همه اینا خوبه ها، ولی همه‌شو مقطعی جواب میده. تو اون لحظه که میرقصی شادی، من نمیگم رقص برای شروع خیلی خوبه، خودم همیشه بچه‌ها توصیه میکنم، ولی NLP میگه بیا ببینم تو چرا شاد نیست، شادی درون تو کجا، تو چه سالی، تو چه سنی تو کودکی دستش دادی، نمیدونی تکنیک همونجا 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه همین حدودا تو تکنیک میزنی، یه دفعه متوجه میشی 2 سالت که بود فلان جا خندیدی، یا 4 سالت بود فلان جا خندیدی، یکی مسخرت کرد، نگاش کن وقتی میخنده شبیه میمون میشه. یکی گفت خجالت بکش دختر جلو مهمونا چطوری اینطوری قهقه میزنی، یکی کشیدت کنار گفت ببین وقتی مهمون میاد خونمون آروم بخند، صدات نیاد اتاق بیرون. اصلا یکی به یکی دیگه گفته. تو دیدی خواهرت ازدواج کرده، با شوهرش دعوا شده سر اینکه شوهرش بهش گفته چرا تو روی فلانی خندیدی، تو بچه بودی 3 سالت بود، متوجه نمیشی که اونجا بر اساس اون شرایط دارن با هم دیگه صحبت میکنن، تو فکر کردی خنده کلا بده، شادی از دست دادی، اونجا شادی درونی تو باور غلطی نسبت به شادی درت ایجاد شده. NLP میاد اینطوری حلش میکنه و برای هر کسی یه جایی و یه طوری، اینا مثال فکر نکنید برای تو اینطوری ها، هر که من خودم وقتی تکنیک NLP زدم که خیلی جالبه ببینم شادی رو از کجا از دست دادم، بچه‌ها یه دفعه یه تصویری اومد بعد 20 دقیقه 25 دقیقه، تکنیکش هم اینطوری نیست، کلی مراحل داره. یه تصویری ازم اومد تو ذهنم که تقریبا کلاس فکر کنم 5 سالم بود 6 سالم بود، قشنگ خاطره رو به خاطر بردم، الان بهش فکر میکنم بغض میکنم. بابام میخواست از ما عکس بگیره، من و داداشم، یه داداش داشتم ادریس، 1 سال از من کوچیک‌تر بود. بعد هنوز داوودم به دنیا نیومد، پس یعنی چند سالم بوده؟ داوود من 3 سالم بوده به دنیا اومده، 3 سالم بوده. خب بعد بابام میگفت لبخند بزن، میخواست عکس بگیره ازم، تو جنگم بود، لبخند بزن. بعد من نمیدونستم لبخند یعنی چی. بچه فکر کنی یه آدمی سال 63 تو جنگ بزرگ شده، تو همه مهاجرت رفتن به قم، نمیدونم که این تو بمبارونات تو دسفول زنده بمونه، خانواده بعدش برگشته 10-15 نفر با هم خارج از شهر زندگی کردن که باز شهر رو بمبارون میکنه، تو این شرایط بزرگ شدی، 3 سالت شده. خب خنده میدونی یعنی چی، ولی معنیه که چون زبان دسفولی هم خب یه زبان دیگه بوده که ما زندگی میکردیم. خب کلمه بسم الله لبخند، گفت لبخند بزن، من نمیفهمیدم لبخند یعنی چی، گفت میگم لبخند بزن، من نمیفهمیدم دیگه، داز زد رو سر من، گفت بابا لبخند بزن میگم. خب حالا خودش هم هرسش گرفته بود که جلو عکاس ما نمیفهمیم لبخند یعنی چی و اینا. آخر سر من دیگه فهمیدم منظورش چیه و به زور خندیدم، به زور خندیدم. از اون لحظه به بعد من تو زندگیم شادی درونی از دست، دیگه شاد نبودم هیچ وقت، درونم شاد نبود اون لحظه، من شادی از دست داده بودم. NLP کاری میکنه که تو اونو پیداش کنی، کاری میکنه که درستش کنی و کاری میکنه که دوباره اون شادی که در درون همه بچه‌ها هست در درون تو هم شکوفا بشه. اون اعتماد به نفسی که همه در درونشون هست کاری میکنه دوباره بیاد بالا. این تفاوت NLP با بقیه متدها، کاری میکنه که تو از درون دوباره به دستش بیاری. بعد دیگه کسی نمیتونه این شادی رو الکتو بگیره، چون تو دیگه بزرگ شدی. کسی نمیتونه اعتماد به نفس رو از تو بگیره اگر به اندازه کافی رو بقیه مهارتات هم کار کنی ها. یعنی تو ممکنه اعتماد به نفس با NLP از دست بیاری و در کنار یه آدمی زندگی کنی که هی بزنه تو سرت، دوباره اعتماد به نفس تو مرور ازت بگیره. خب ولی اگر تو همزمان رو ارتباطات کار کرده بودی، رو قوی شدن شخصیتت کار کرده بودی، رو مهارتات کار کرده بودی، رو اصول مذاکرات کار کرده بودی، شجاعت رو به اندازه کافی به دست آورده بودی، قدرت درونی رو ایجادش کرده بودی، اون موقع دیگه اون آدم نمیتونه با تو مثل قبل رفتار کنه. اون موقع تو اعتماد به نفست ماندگاره.
یا عادت بدی داری. چرا میگم NLP؟ چون تو وقتی مثلا یه عادت بد داری، باز دوباره NLP میاد ریشه بیابی میکنی، این عادت بد برمیگرده به کدوم نیت مثبت درونی در چه سنی. اون اول میکشدش بیرون، حلش میکنه، یه چیزی مطابق خودش با توافق خود ضمیر ناخودآگاه جایگزینش میکنه. خودکار تو از فردا به جای مثلا ناخن جویدن دست میکنی تو مهد، خودکارا همون استوبت میده. خودکار به جای ناخن جویدن نفس عمیق میکشی، خودکار به جای ناخن جویدن نگاه به سقف میکنی، همون نیت مثبت رو میگی. خودکار به جای ناخن جویدن بدون که تو به فکر کنی ها، پا میشی راه میری، چون اینو میذاره جای اون تو عمق ناخودآگاهت، که البته هیپنوتیزم هم میتونه این کارو انجام بده. بگذاریم اصلا بحثم اینا نبود. خب بچا بهترین متدی که میتونید یاد بگیرید قطعا NLP. خب بگذاریم، داشتم بهتون اینو میگفتم، برای رسیدن به اهدافتون شما یک باید ناخودآگاهتون رو برنامه‌ریزی کنید و بتونید ارتباط خوبی هم با ضمیر ناخودآگاهتون. بچا اکثر آدما کلا ارتباطی با ناخودآگاهشون ندارن. اگر شما بتونید ارتباط قوی با ناخودآگاهتون برقرار کنید، اتفاقی که میفته مستقیم میتونید از اون عظمت و از اون قدرت و از اون غولی که در درون همه آدم ها وجود داره کمک بگیرید. خیلی راحت میتونید از ناخودآگاهتون کمک بگیرید. بعد انقدر بهتون کمک میکنه، انقدر بهتون ایده میده، انقدر راهنماییتون میکنه، انقدر حالتون رو خوب میکنه. اوکی بچا، ضمیر ناخودآگاه با کودک درون فرق میکنه. با ناخودآگاهتون بازم بهترین متدی که تو این زمینه میتونه بهتون کمک کنه، بهترین متدی که تو این زمینه میتونه کمک بازم NLP. نه اینکه مستقیم بهت کمک کنه، هرچند تکنیکایی هم داره برای ارتباط مستقیم با ضمیر ناخودآگاه. خب ولی کلا تکنیکای NLP رو شما یه مدت که بزنید، تکنیک برای شادی رو بزنید، تکنیک برای ترک یه عادت نامطلوب رو بزنید، تکنیک برای حل تعارضات درونی رو بزنید، تکنیک برای مثلا نمیدونم تغییر استراتژی ذهنی، اینا رو که بزنید، چون تو هر کدوم از این تکنیک‌ها خودش نیاز به ارتباط با یه قسمتی از ضمیر ناخودآگاه داره، بعدش یه دفعه میبینید بعد 2-3 ماه انقدر ارتباطتون با ضمیر ناخودآگاهتون قوی میشه که شما خیلی از موضوعات رو مذاکره میکنید باش خودتون. این تفاوت NLP. حالا بگذاریم این بحث ارتباط با ناخودآگاهتون رو قوی کنید. اسم کودک درونم آورده بچه. کودک درون یه بخش دیگه از وجودمونه که اریک لنارد بلشتاین ملقب به اریک برد، متولد 1910 در کجا؟ مونترال کانادا، مطرحش میکنه. کودک درون مستقیما به ایده پردازی شاد بودن درونی شما ربط داره. یادش بگیرید. بحث کودک درونم پیشنهاد میکنم حتما. کودک درونم این نیست که بقیه میگن آقا کودک درون شاد فلان بهمانه. نه، بعضیا مریض درونشونه که کودک درون نیست. کودک درون مثل یه بچه شاد اگه ارتباط خوب باش داشته باشید. چرا میگم یادش بگیرید؟ چون اگر با کودک درونتون خوب ارتباط برقرار کنید، اتفاقی که میفته بهتون ایده های فوق العاده ای میده. انرژی کی بود گفت انگیزه ندارم. اگر شما ارتباط خوبی با کودک درون بذارید، اصلا یه لایو میذارم راجبش. خب یه لایو میذارم راجبش براتون صوتیش میدم. چقدر چیز بهتون گفتم امشبا. بچه‌ها دومین نکته‌ای که خیلی میتونه تاثیر بذاره تو رسیدنتون به اهدافتون، بحث ارتباط با جهان هستیه، حافظه آکاشیکه. ضمیر ناخودآگاه شما اطلاعات بسیار گسترده‌ای داره و خیلی قدرتمنده، خیلی میتونه بهتون کمک کنه. ولی یه قدرتی فراتر از ضمیر ناخودآگاه وجود داره، حافظه کل. حالا میخواید اسمشو بذارید خدا، میخواید اسمشو بذارید حافظه آکاشیک، میخواید اسمشو بذارید نمیدونم خرد جمعی یونگ، میخواید اسمشو هر اسمی، البته اینا یه ذره با هم دیگه متفاوتن. خب هر چی میخواید اسمشو بذارید الهامات. اگر شما الهامات، یه پست گذاشته بودم براتون، گفته بودم 72 ساعت، هنوزم یادم رفته، یادم باشه بعد از لایو جواب درست رو پین کنم. الان جواب درست رو به شما بگم دیگه، الان نرید جواب بنویسید. یه پست گذاشته بودم، گفته بودم اقدام کردن و باور به خودتون و الهامات و یادتون میاد یه چیز دیگه بود، یادم نیست چی بود. اگه این ترکیب این 4 تا قطعا میتونه شما رو موفق کنه، بعد گفتم بگید کدومشون مهمتره. جواب اینی که میخوام الان بهتون بگم نیست، ولی اگر من مجبور بشم یکیشو انتخاب کنم، قطعا الهامات رو انتخاب میکنم که اکثرا اشتباه جواب. چرا؟ چون اگر تو الهامات قوی داشته باشی، دقت کن، اگر تو الهامات قوی داشته باشی، خب خود اون الهامه به تو میگه که آقا باید قدم برداری.
خود اون الهامه به تو میگه که باید به خود باور داشته باشی. خود اون الهامه بهت میگه که فلان چیزو باید آموزش ببینی. خود الهامه بهت میگه که چه تصمیمی درسته چه تصمیمی غلطه. خود اون الهامه بهت میگه که تو دقیقاً چه مسیری با چه آدمی باید نشست و برخاست کنی، با چه آدمی نباید نشست. خود اون الهامه میبره تو مسیری که الان تو این لایو باشی. اوکی؟ به همین خاطر اگر میخواید خیلی راحت‌تر به بچه، این که میگم خیلی راحت‌تر، به ترش توجه کنید. من نمیگم خیلی راحت به اهدافتون برسید. خیلی راحت‌تر. اینا چیزایی که مسیر حرکت کردن شما، مسیر رسیدن شما به اهدافتون رو تسهیل میکنه، هموارش میکنه، راحت‌ترش میکنه. راحت نیست ولی لذت بخشه. راحت نیست ولی خیلی لذت بخشه. اوکی، اینا رو وقتی میدونی، مثل اینه که تو با بهترین ماشین و بهترین امکانات و بهترین نمیدونم آپشنا میخوای به یه قله صعود کنی و مناسب با اون محیط. آقا تفاوتش اینه که تو اگر اینا رو ندونی، مثل اینه که با یه ماشین پراید مدل مثلا 76 داغونه، نمیدونم پلوس خراب، نمیدونم لنتا خراب، لاستیکا سابیده، نمیدونم همه چی داغون، با یه کم بنزین میشه انگیزتون. با یه همراه غرغرو که کمربندش هم نمیبنده، مدام حواس شما رو پرت میکنه، با اون میخوای به قله صعود کنی. فرقش اینه که تو آقا لذت ببری از تو مسیر، کیف کنی، یا نه همش نگران باشی، همش مضطرب باشی که نکنه چرخم در بره، نکنه فلان اتفاق بیفته، نکنه نمیدونم بنزینم تموم شه. اوکی بچا، الهاماتتون رو خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا الهامات رو چطوری قویش کنیم؟ اگه خیلی ساده بخوام بهتون بگم بچه، کارهای خداگونه انجام بدید. دو سه تا نکته بهتون بگم تو تقویت الهامات خیلی بهتون کمک میکنه. بحث امروز رو ببندمش. اگر میخواید الهامات قوی داشته باشید، یک، کارهای خداگونه انجام بدید. کارهایی که فکر میکنید، نه اینکه فکر میکنید خدا خوشش میاد، فکر میکنید خدا خودش هم داره انجامشون میده. کمک کردن به آدما. بذار ببینم شما میدونید بیشترین کار، بهترین کاری که باید انجام بدید برای اینکه الهامات قوی داشته باشید چیه؟ اگر کسی درست بگه یه جایزه خوب بهش نمیدم. مرسی مریم، مرسی. بچه چی کار کنیم که الهاماتمون قوی بشه؟ نماز، سکوت، دعا. تمام. اولین نفر درست گفت و ستای آخر. آفرین. علی درست گفت، دوست داشتنش و مهربانی. دقیقاً. بقیه هم درسته ها. ولی بچه بیشترین چیزی که شما رو به خدا نزدیک میکنه عشق ورزیدن به آدم ها بدون هیچ گونه قید و شرط. بچه عشق ورزیدن با دوست داشتن خیلی فرق میکنه. دقت کنید. عشق ورزیدن با دوست داشتن، عشق ورزیدن با محبت کردن فرق میکنه. تفاوتشون الان بهتون میگم. دوست داشتن تو آدما رو دوستشون داری. یه الهی قربونش برم من، مثلا یه بچه میبینی، یه نمیدونم مردی میبینی تو خیابون، یه زنی میبینی تو خیابون، یه مثلا نمیدونم دوستشون داری دیگه. دوست داشتنه. محبت کردن اینه که نوازششون کنی، اینه که یک کمکی کنی به آدما. اوکی، نمیدونم یه غذایی بخری برای آدمی، یک کاری آدمی رو راه بندازی. اینا هم خیلی خوبن، اینا هم شما رو به خدا نزدیک میکنه، الهاماتتون تقویت میکنه. ولی عشق ورزیدن خب خیلی فرای ایناست. عشق ورزیدن از جنس عشقی که خداوند به بنده های خودش داره. میل شدید به یکی شدن. تا حالا عاشق شدید یا نه؟ این سوال پیش خودتون. حالا دیگه کامنت‌ها رو بستم دیگه، دوباره بازش نکنم. کیو تو زندگیتون از همه بیشتر دوست دارید یا دوست داشتید؟ کاری ندارم اون آدمه الان تو زندگیت هست یا نه، کاری ندارم بعدن چی شده، کاری ندارم فوت کرده، کاری ندارم اصلا خیانت کرده، رفته، سوء استفاده ازت کرده، اصلا اینا رو کار ندارم. اینا رو فراموش کنید. کی یه آدمی رو با تمام وجودتون دوستش داشتید؟ با تمام وجودتون دوستش داشتید، خیلی دوستش داشتید. حالا بعضیتون شاید عشق رو تجربه کرده باشید، بعضیتون تجربه نکردید، طبیعتا متوجه نمیشید الان من چی میگم. ولی یه جمله سالها پیش یه نفر به من گفت و من درکش نکردم.
محسن گفت آقای تیموری نشتون یه جایی گفت فرشید به نظرم کسی که عشق رو تجربه نکنه اصلا زندگی نکرده. من خب خیلی آدم منطقی بودم چی میگه، یعنی یه آدم بیاد بگه من به هدف برسه، به تکامل برسه فلان. زمانی که خودم عشق رو تجربه کردم چه جالب، 11 و 11 دقیقه است دارم راجع بهش صحبت میکنم. اینقدر بچه‌ها گفتن منم دیگه مسخره یا جدی میگم. ولی این ساعت رو دوستش دارم، فارغ از اینکه پیامی دارد یا ندارد. پیامش میگن فرشته‌های الهی و معنویان و الان ما دقیقاً داریم راجع بهش صحبت میکنیم. خدا رو شکر. عشق رو تجربه کردم، فهمیدم اون موقع محسن چی میگفت. خب اونایی که عشق رو تجربه کرد یادتون میاد اون آدمه رو چطوری دوستش داشتید از ته قلبتون؟ یعنی یه حسی که وقتی بهش فکر میکردید انگار این قلب میریخت، یه حس خواستنی از تو این چاکراه بالای ناف، این بالای شکم، تو چاکراه قلبت یه حسی که جاری میشه، نه اینکه بریزه ها، یه حس دوست داشتنی که جاری میشه وقتی کسی رو دوستش داری از ته قلبت تون میزنه، یه خواستن واقعی. بچه عشقی که داریم ازش صحبت میکنیم منظور اینطوریه، اینطوری شروع کنید همه آدما رو دوست داشته باشید، اینطوری شروع کنید همه آدما رو ها، هر آدمی رو که میبینی آشنا غریبه، نرید بهشون بگید داستان درست کنید تا شوهراشون ناراحت شن، زناشون ناراحت شن. تا تو قلبت به آدما اینطوری عشق بورز، خالصانه، بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ هوا و هوسی، بدون هیچ انتظاری. خدا اینطوری به آدماش عشق می‌ورزه. ببین تو هم باید اینطوری عشق می‌ورزی، تو خدایی، بخشی از خدایی. فقط ما فراموش کردیم خداگونه زیستن رو. به همه آدمای اطرافت، الان 294 نفر تو این لایون، من اینجا کامنت رو باز میکنم، به همه این عکسایی که پایینن، به این محمد، به این لیلا، به این مریم، به این 332 عکس نداری الان نمیتونیم بهش ببریم، اسمم نداری که بهش ببریم. فرامرز دورت بگردم، چرا پروفایلت سیاهه؟ یک عکس خوشگل از خودت بذار. هرچی ناراحتی عزیزی رو از دست دادی یه روزی میری میبینیش. زندگی انقدر خوبی داره، انقدر قشنگی داره که هنوز باید ازش لذت ببری. انقدر زیبایی هست. زندگیتون رو زندگی کنید بچه‌ها. هدفاتون انقدر شما رو به خودشون مشغول نکنه که لذت بردن رو فراموش کنید. یه نفر رو از دست دادید، فوت کرده، صدها نفر دیگه هست که باید بهشون عشق بورزید. یکی تو غم از دست دادن اون یکی بعدی رو هم از دست میدید، یعنی فرصت‌های عشق ورزیدن رو از دست میدید. اون چیزی که هست عشق بورزید، دوستشون داشته باشید. سلام، من بابولم مریض، باباش احتمالا منظورشه. عشق بورزید، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از او. عشق برق چشاتون رو زیاد میکنه. عکس پروفایلم با لذت گذاشتم. مسعود اکبری بچه به شیر حال کردم با لایف، خدا رو شکر. شماره پشتیبانی 021 43 313. عشق ورزی صبوری هم میاره. یه روزی این حالمو نمیفهمید، الان با دل و جون. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. بچه به بابای محمد خیلی عشق بورزید. حسین شهناز بهار گفته به عشق بورزید، بچه بهش عشق بورزید. مهدی هم دلش خواسته بهش عشق بورزید. مهدی اکبرپور 4809 عاشقتونم. خب به خاطر هدفاش سهیل عشق، این به خودش عشق داره می‌ورزه. حتی کسی که به آدم بد و ظلم کرده. آره شاه، خیلی خوبه این سوالی که پرسیدیم. شاه دی حمید، این به معنی این نیست که اقدام نکنید بر علیهش، اقدام قانونی انجام بدید، میتونید قهر کنید، خیلی وقت درسته رابطتون رو قطع کنید، اصلا نگید به طرف طوری وانمود کنید که ناراحتید یا اصلا نبخشیدش، ولی به اون همون آدم، اتفاقا همون آدمو بیشتر نیاز به عشق دارن. خدا رو شکر. خدا بچه‌ها الان دیدید فاطمه رو بهش عشق بورزید. خب یه نکته بهتون بگم، الان دیدید چقدر حس قشنگی دارید که این عشق رو می‌ورزید؟ درسته؟ بچه‌ها کل زندگیتون باید این حس رو ببرید.
داشته باشید. بعد الان دیدید بچه‌هایی که تو این لایو بودن اگر عشق می‌ورزیدید حستون بهتر بود. اینو کم کم گسترشش بدید به حیوانات، پرنده ها رو اونطوری با همون حسا، با همون حسی که یه زمانی عشقت رو دوست داشتی. بعد میدونی این باعث چی میشه؟ باعث میشه انقدر قوی باشید که دیگه نیاز به عشق کسی نداشته باشید، چون از درون داره میجوشه، هی تراوش میکنه، حاله هاتون رو قوی میکنه، الهامات. حالا من بحث عشق رو الان من باب الهامات باز کردم براتون دیگه. اگر مستمر این کار رو انجام بدید حاله هاتون شفافتر میشه. چاکرا قلبتون، یه نکته بهتون بگم، چاکرا قلبتون اگر باز بشه، چاکرا قلب تنها چاکرایی که اگر باز بشه خودکار کمک میکنه هم چاکراهای بالاش هم چاکراهای پایینیش راحت تر باز بشه. راه باز کردن چاکراهای نیست ها. خب ولی شما عشق ورزید این باز میشه. این که باز شد خودکار، چون به دوتاش وصله، کمک میکنه بقیه چاکراهاتون هم کم کم اصلاح بشن، حالاتون شفافتر میشن، نمیدونم انرژیتون بالاتر میره، انگیزتون، امیدواریتون، همه چیتون تقویت میشه. با چی؟ با فقط عشق ورزیدن. ولی هی گسترشش بدید. و یادتون باشه عشق ورزیدن با دوست داشتن، مهمترین نکته‌ای که تا الان تو این لایو بهتون گفتم اینه. عشق ورزیدن با دوست داشتن و محبت کردن و مهربونی چیه فرق میکنه بچه‌ها؟ اینی که تو بری مثلا یه کادو بخری، یه کتاب بخری برای یه نفر، یه عمله محبت کردن، دوست داشتنش. میتونه دوتاش هم با هم باشه، حس درونیت بهت میگه. اگه یه چیزی اینطور میخواد تو جاش نیست، اون احساسه میخواد بزنه بیرون اینجا، اون موقع تو داری عشق می‌ورزی. همین عشق رو به درخت‌ها هم داشته باش، به جونورها هم داشته باش، به پرنده‌ها هم داشته باش. اگه می‌بری پرنده ببینی نگو وای چقدر خوشگله، بگو وای چقدر خوشگله، ولی اون حس اونطوری دوستش داشته باش. اونو جلوه. بچه الان میتونید درک کنید که وقتی عرفا، بعضی از فلاسفه، شاعرها میگن آقا اون معشوق و تو اون پرنده، تو اون گله میبینه، یعنی چی؟ همونطوریه داره عشق رو میورزه. بعد آیا این باعث میشه ما به هدفمون برسیم؟ خیر. این شما رو تقویت میکنه برای چی؟ برای دریافت الهامات. کی به اون الهامات عمل میکنه؟ تو. آیا من اگر رو اعتماد به نفسم کار نکنم، عشق رو تقویت کنم، به هدفم میرسم؟ اصلا تو اگر عشق رو تقویت کنی، الهامات قوی شه، الهامات به تو میگه که تو مجبور، اصلا میندازه تو مسیری که تو بری اعتماد به نفست هم بره. کلی ما ایرادات درونی داریم، کلی رفتارامون مشکل داره، کلی باورامون مشکل دارن. اینا چیزایی که تازه تو رو بچا اصل داستان، نمیتونم بگم اصل داستان اینه یا اونه، اینا باید چف بشن با هم دیگه. ولی الهامات، یعنی این عشق باعث بشه شما راحت تر اون کارهای اصلی که باید انجامشون بدید انجام بدید. اوکی؟ خب یه نفر رو بیارم بالا، یه سوال جواب بدم، کامنت ها رو باز میکنم، یه سوال جواب میدم. بچه نظرتون راجع به لایو، بعد از لایو یا زیر آخرین کامنت یا تو ریپلای استوریا بهم بگید. استوریا رو کماکان راستی بچه‌هامون نمیتونن، خیلی با سرعت کم دارن جوابش میدن، نمیتونن جواب بدن در اصل. به کندی که میگم مجبورن بیان اینجا رو لپتاپ من بالا، از ایران میان اینجا و اینجا رو از طریق سایت جواب میدن، دونه دونه. خیلی کند فعلا داره پیش میره. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. عزیزم، اهدیه عزیز، عاشقتم عزیزم. علت عاشق ز علت ها جداست. آفرین آفرین. کاش دایرکت، گفتم دایرکت بچه بر به مشکل خورده. این روزا خیلی در حقم نامردی شده. عیب نداره، ببخششون، ولی اجازه نده تکرار بشه. خب عزیزید دفعه میشه یه کاری که تحت تاثیر شعر و آهنگایی که پیام منفی دارن قرار نگیرم. با NLP میشه تحت تاثیر آهنگ‌های تو گنجینه اینو توضیحش دادم. بچه‌ای که NLP رو دارید سفارش میدید، گنجینه رو هدیه میگیرید و گنجینه شروع. بچه گنجینه خودش 3,700,000 تومان پولشه. فقط به این دلیل من دارم بهتون هدیهش میدم. خب که شما کامل یاد بگیرید. اول لطفاً بچه‌ای که دارید NLP رو تهیه می‌کنید، اول از گنجینه شروع کنید. اول گنجینه رو ببینیدش، اینطوری 10 برابر بهتر نتیجه میگیرید. اوکی؟ من اعتراف کنم سجاد. اعتراف به چی بابا؟ باید برید کلیسا اعتراف کنید. تنبلی بگید مقابله کنید. عزیزم راجبش لایو گذاشتم تو کانال یوتیوب هم هست، رایگان میتونی بری ببینیش. خب
در صورت امکان منو بیارید بالا. مسعود مگه یه بار تو رو نیاوردم بالا عزیزم؟ عشق رو ترک لمس کردی، تونستی شعر ناب بنویسی. بیارمت بالا شعرتو بگیم. یه شعری هست بچه، این شعری که خودم از تجربه عشق نوشتمش. میگه خواهی که بدانی اشرف اسرار جهان را، اشرف اسرار جهان را، آن جوهره ناب آیه پنهان و عیان را. خواهی که بدانی اشرف اسرار جهان را، آن جوهره ناب آیه پنهان و عیان را. دانم زین پس علما سخت بگیرند بر من مسکین، که این چه سخن بود که راندی ای طفل سخنچین. لیک فاش گویمت این راز گران را، تا مگرم هوش بیارم هم تو و شاید دگران را. این راز عیان نقطه آغاز و سرانجام جهان است. این راز عیان نقطه آغاز و سرانجام جهان است. سرمنشأ کشف است و شهود است و عبور است. آن جامع و آن کامل و آن شور پیاپی، آن جامع و آن کامل و آن شور پیاپی، والله که عشق است و که عشق است و که عشق است. الان شاید بتونید درک کنید که چرا من اول لایو میگم به نام مهربانی که عاشق است و همیشه حاضر. خب حالا بیام الان اولین کسی که بگه من میارمش بالا دیگه. خیلی کامنتاتون رفته بالا، من نمیبینم بچه. خدا رو شکر، خدا رو شکر سهیلا، خدا رو شکر. بچه تا NLP تو تخفیفه حتما بگیریدش. من نمیخوام تأکید کنم ولی NLP چیزی که کل زندگیتون رو تغییر میده، کل زندگیتون رو. 10 برابر از اون چیزایی که من دارم تو لایو بهتون یاد میدم به صورت علمی تو گنجینه و NLP یاد میگیرید. خب ببینیم اولین کسی آیدا. بعدش سهیل عزیزم تو رو میارم بالا اگر آیدا نیومد، یا اگر اومد و زود سوالشو پرسید و رفت. سلام. سلام. وقتت بخیر، خوبی؟ مرسی، وقت شما هم بخیر. سلامت باشی. مرسی استاد. کدوم شهری؟ من اسپانیا، بارسلونا. خب آره. نگو که دوستای محمدی. خدا رو شکر. سلامت باشی. پسرخالم بارسلون درس خونده. به سلامتی. نه نمیشناسم من اینجا. الان یه ماه اومده اینجا تورنتو پیش ما. ونکوور. به سلامتی. سلامت باشی. خب جونم بگو، من در خدمت. استاد من دنبال کار خیلی میگردم اینجا که بتونم موقعیتمو بیشتر تثبیت کنم. درست. ولی هنوز نتیجه نگرفتم. چند سال اونجایی؟ 3 سال. بعد رشته تحصیلی چیه؟ چی خوندی؟ چی کار کردی؟ Interdisciplinary and Innovative Engineering از دانشگاه UPC. خب اینایی که گفتی محض احتیاط خودتی اگر فوش موشه. خب نه میدونم، شوخی میکنم. خب مدرک گرفتی، تموم شده رفته؟ آره 6-7 ماه مدرکمو گرفتم، رزومه میفرستم ولی هنوز کار پیدا نکردم. خب رزومتو خودت مینویسی یا متخصص کمک میگیری؟ از متخصصم کمک گرفتم. عالی. خب 2 تا نکته بهت میگم. یک، ببین تو بحث کار پیدا کردن به شدت الان من خب نمیدونم میدونی یا نه چقدر من میشناسم. من الان 6 ماه اومدم کانادا دارم زندگی میکنم. تو این 6 ماه انقدر آدم دیدم که دنبال کار میگشتن و میگفتن کار نیست. خب اصلا من از شاگرداتون بودم، از شاگردای شیراز بودم. چه سالی؟ سال 98 99. خب خوبه، پس راحت‌تر میتونی زبونمو متوجه بشی، درک کنی چی میگم. ببین الان من اینجا اولین دوره‌مو برگزار کردم، همه میگن کار نیست ولی به طرز عجیب و غریبی. یعنی مثلا پریروز یه خانومه رو بچهای کلاس تو کلاس 1 ماه اومده کلاس دیدم، گفت یه جای رفتم رزومه دادم و منو دارن استخدام میکنن که مطمئنم 100 نفر قبل از من اومدن چیکار کردن اونجا دارن کار میکنن، اونجا رزومه دادن و استخدامشون نکردن. گفتم خب یه تفاوتی؟ گفت نه هیچی، اصلا حالم که خوب شده تغییر پیدا کردم. تنها کاری که باید انجام بدی این 2 تا کاره. یک، همه 2 تا NLP هم بودی یا نه؟ NLP هم بودم. آره. فامیلی چیه؟ تبریزی.
تبریزی. من معمولا فامیلی بچه‌ای که NLP رو بودن یادم میمونه. خب مینا تبریزی، اونجا به اسم مینا تبریزی بودم، ولی خب اسم پروفایل اینستاگرامم آیداست. درسته، عالی. خب ببین، تمام آن چیزهایی که تو گنجینه یاد گرفتی رو تو کلاس موفقیته، همه رو شروع کن از اول انجامشون بده. اول حال خودتو خوب کن. تکنیک تایملاین رو زدم، آرامش و شادی رو دوباره آوردم این 2 روز. آفرین. الان اون سر دنیا میفهمید که چطور اینا به دردتون میخورن دیگه. خدا رو شکر. خب آره. خوبه. تکنیک تغییر باورها هم دارم مرتب انجام میدم. آفرین برای دیگه. تغییر باورهای مالی و همینطور کار پیدا کردن، یادگیری بهتر از زبان، کلا هر جایی رو که پیدا کنم داره یه باوری داره جلوم میگیره، تغییر باور انجام میدم. آفرین. رو اینی که بهت میگم کار کن. خب این باور که نمیتونم کار پیدا کنم و تغییرش بده. این باور رو داری. من رو حرفاتون میفهمم. ولی این سوال نمیپرسید. آره. این باور رو با تکنیک تغییر باور تغییرش بده. شادی هم یه بخش، ما شادی درونی داریم که درمون ایجاد میشه با NLP. یه بخش حس خوب داریم. خب رابطت با خدا چطوریه؟ خوبه. دعا میکنم همیشه. نه، رابطه دو طرفه که باش حرف بزنی اون با تو حرف بزنه، داری یا نداری؟ نشونه ها رو که خیلی خوب میبینم. خب یعنی محصول باهات داری اینجا تو بارسلون؟ آره. جلسه آخر یه مراقبه بهتون دادم. اوکی. خب میرم تو جلسه اسمش نیروی بیکرانه. خب راجب حافظی آکاشیک و اینا صحبت کردم. اون آخرش یه مراقبه هست. 10 روز چشاتو ببند، اون مراقبه رو انجام بده. باش. اوکی. 10 روز اون انجامش بده. قشنگ متوجه میشی باید چیکار کنی. الان بزرگترین یک باور تغییر این که نمیتونم و تغییرش بده. 2 رو انعطاف پذیریت کار کن. 3 هدف گذاری رو انجام دادی برای استخدام یا نه. یه بحث تلاشاتی، بس هدف گذاری اونطوری که تو NLP بهتون یاد دادم ها. بشینی تمام راههای دیگر رو بنویسی، پله به اینو انجام میدم، ولی خب چون خیلی یه داره فشار مالی خیلی سختی رو الان دارم اینجا تحمل میکنم، یکم اون داره از دستم در میره که روی برنامه بمونم. خب همون وقتی میگی فشار مالی یعنی به پول برسم. ببین وقتی میگی فشار مالی یعنی حالت خوب نیست، یعنی یه استرسی، یه استرابی، یه نگرانی، این فشارا رو رهاش نکنی عملاً صد گذاشتی در مقابل اون کارهای دیگه که باید انجام بدی که به هدفت برسی. خب یعنی همون صده بود که تو کلاس براتون گفتم دریچه ها رو میبندید. آره میدونم دیگه. الان دقیقاً دریچه ها رو بستی دیگه. آقا همه فشار مالی هست، اوکی، رها شو. کاری ازت برمیاد انجامش بده. نمیاد حالتو خوب کن. منظورم شادی الزاما نیست. الان دیگه خودت تو حرفت گفتی دیگه، 2 دقیقه حرف میزنیم باگا یکی در میاد. ذهنته. آقا ذهن تحت فشار باشه، خودت داری جلو ورود اون چیزایی که بعد وارد زندگیت میشه رو میگیریشون. اوکی. خب حالا تو پیج شخصی به من پیام بده، من ببینم محمد اگر آشنایی داره بهت معرفی کنه اونجا برای کار. باشه. اوکی. فقط من هیچ چیزی رو از طرف محمد تضمین نمی‌کنم ها. باشه. مختون نزن. باشه. به خودتون ربط داره. خب سلامت باشی. باشه. پیج شخصیمو داری دیگه؟ آره. فرشید اینا حالا شوخی. بچه‌ها تو لایو الان میگن محمد چطور آدمیه. من همیشه بچه‌ها میدونن سمینارم برگزار میکنم، روز اول میگم آقا مسئول اجرا که رفیق صمیمی منم، هر چی گفت ارتباط برقرار کردید، پول ازتون قرض خواست فلان، به من ربطی نداره، خودتون میدونید. خب این الان من باب شوخی اینو گفتم، ولی به هر صورت صرفا جهت کار هر سوالی داری ممکن ارتباط داشته باشه، ممکن نداشته باشه، ولی حال خودتو خوب کن. خبرشو به من بده. حتما. مرسی. ممنونم. خداحافظ. مرسی. خداحافظ. سلام. خب یه مراقبه مهمونتون کنم. به به آقای درویشخانی، استاد درویشخانی عزیز. قصی بچه اگه کسی واقعا پول نداره
و شرایطشو نداره. سلام ارادت. به بچه ها پیام بده، بچه ها باش راه میان. من نباید اینو تو لایو بگم چون آخر سال بچه ها میخوام ببندن، ولی معمولا مثلا یه بیانه از یه مقداری ازتون میگیرن، یه مقدار محصول براتون فعال میکنن، اونایی که واقعا ندارن. سهیل چشم. بچه این مراقبه که بهش گفتم مراقبه سنگینیه، به درد شما نمیخوره. تو گنجینه هست، بچه که دارید NLP رو میگیرید تو گنجینه آخرش یه مراقبه فوق العاده هست، میتونید انجامش بدید. سلام وقتت بخیر. وقت شما هم بخیر استاد. یه لحظه من چشم. برش کردم. سلام. خوبی؟ استاد من تصویر شما رو ندارم، شما تصویر من رو دارید؟ آره تو یه بار قبلا تو لایو نیومدی بالا؟ یه فکر کنم یه ماه پیشی، نه قبل از اون سری بودش که دورتون رو تخفیف بذارید. قیافت آشناست. تو همون نیستی که تو قزوین بودی؟ آره. بله. سلامت باشی. جونم بگو، من در خدمتم. استاد یه تجربه من از این دوره گنجینه و NLP تون میخواستم بگم. من کی بود دورتون رو گرفتم؟ فکر میکنم توی اواخر آذر بود تخفیف گذاشتید دورتون رو گرفتم که سال 90 هم اومده بودم دیگه. دو بار دورتون اومدم. بعد یه تجربه میخواستم بگم اگه اجازه است بگم اینو برای کسایی که یه سر پشت گوش میندازن همه چی رو. شد من یه موضوع خیلی منو اذیت میکرد و از اصلا دیگه به شدت داشت آزارم میدادش و این بحث تنبلی و پشت گوش انداختن بوده. شاید بگم مثلا 7-8 سال 10 سال من درگیر این موضوع بودم. ذهنیت خوب بود، مثبت بود، ولی یک سر من پشت گوش مینداختم همه چی. درست. بعد تا قبل از اون سری که دوره رو تخفیف بذارید یه روز اتفاقی ما سر یه پروژه بودیم، من کارم طراحی مهندسیه. بعد یه شخصی اونجا بود این نزدیک 20 سال تجربه کاری داشتهش. من الان تقریبا مثلا 2 سال و نیمه که تازه اومدم توی این کار. بعد یه سوالی مطرح شد، اون نتونست شخصی که 20 سال بود توی این کار بود جواب بده، ولی منی که مثلا 2 سال و نیم بود این کار انجام میدادم خیلی راحت جواب سوالو دادم. بعد برای خودم سوال شد که چرا این اتفاق افتاده که اون شخص مثلا بعد این همه تجربه ولی من مثلا بعد 2 سال. بعد این به ذهنم اومد که دلیلش اینه که اون آدم تقریبا 2-3 سال از این موضوع شدیداً فاصله گرفته، ولی من 2-3 سال روز و شب مدام تو جریان کارم. بعد به صورت اتفاقی یه لایو گذاشتید شما با دخترتون و پسرتون، یه پسره بودش که توی هند بود فیزیک میخوند. دانیال بود. نه تو کانادا سونم. دانیال بود. کانادا یادم نیست دقیقا. اون لایو من دیدم. بعد دختر شما یه موضوع اشاره کرد، شما یعنی پرسیدید، گفتی که چرا من که به شما هیچی یاد نمیدادم، چرا ولی شما مثلا اتفاقات خوبی براتون میافتاد؟ که اونجا اشاره کرد به این موضوع که دختر شما گفتش ما یه سره میشنیدیم شما تکرار میکردید، آقای تیموری هی میگفت و اینا. بعد من خیلی دوره قبلا گرفته بودم، یه سری دوره‌ها گرفته بودم، اصلا گوش نمیدادم، میخریدم میموند. بعد تا اینکه دوره شما رو گرفتم، بعد زمانی که من کار نقشه کشی رو انجام میدادم اینو پلی میکردم، میذاشتم اون گوشه این پلی میشد. خیلی وقتا شد اصلا حواسم هم نبودم، میرفتم ظرف میشستم مثلا، ولی این داشت پلی میشد، من گوش میدادم. بعد به صورت مثلا من 2-3 جلسه اول گنجینه رو فکر کنم 10 بار هر کدوم دیدم. بعد دقیقا اون موقع که من دوره رو گرفته بودم تقریبا توی یه ماه تو وضعیت شدید بد مالی بودم. بعد یکی از دوستای من خیلی پیش من بود، مثلا میگفت بیا این کار انجام بده، میگفتم پول ندارم. بعد اونم میگفت چرا اینو تو میگی، چون اونم خب با این بحث کلام و اینا خب یه آشناییتی داشتش. گفتم آقا ندارم دیگه چیکار کنم. بعد یه کاری بودش من مثلا فکر کنم نزدیک 2 سال بود من اینو میخواستم انجام بدم، هی پشت گوش تا اینکه یک ماه و نیم من هر روز این فایل‌های گنجینه شما رو
فقط گوش میدادم، اصلا حواسم هم نبود ولی گوش میدادم، یک سره گوش میدادم. بعد به صورت اتفاقی بعد از اینکه اونا رو گوش میدادم و همچنانم گوش میدم، یه دوست من یه روز برگشت گفت بیا فلان کار انجام بدیم. بعد یه ناخواسته، من اون موقع پول نداشتم، یه ناخواسته برگشتم گفتم حالا انجامش میدیم، نگران نباش، اوکیه، حل میشه. بعد یه دفعه این به ذهن من اومد که من تو 2 روز پیش میگفتم پول ندارم، الان چرا من این حرفو زدم؟ یهو یاد اون بحثی که افتادم، اون شخصی که نزدیک 20 سال تجربه داشت، چون تو جریان نبود و منم چون فاصله گرفته بودم از این ماجرا، بعد این اومد خودش. بعد دیدم نم اصلا رفتار من کلا داره هی عوض میشه، هی دارم اون وضعیت ذهنی که دارم داره میره تو اون مرحله 4 ناهوشیار و ناآگاه. الان دقیقا یادم نیست، یعنی ناخواسته اصلا اون ناخواسته مغز من داره، یعنی ناخودآگاهه داره فرمان میده که من جواب درست رو دارم بهش میدم. بعد یه اتفاق جالبی هم که افتاد، امروز داشتم فکر میکردم به روند کارم و اینا، اون کاری که من 2 سال بود هی پشت گوش مینداختم، فکر کنم توی 1 ماه گذشته نزدیک یه چیزی دور و بر میتونم بگم 20% رو پیش بردم. مثلا من بیکار که میشدم به صورت اتفاقی ذهنم میرفت سمت اون کار و پا میشدم انجامش میدادم. بعد گنجینا رو گوش دادم. بعد رفتم برای NLP، دیدم نه، این داره برای من یه مقاومت ایجاد میکنه، نمیدونم چرا. دیدم این تمرین عملی میخواد، گذاشتمش کنار، دوباره رفتم سراغ فایل گنجینه. بعد تمام اون چیزهایی که پشت گوش مینداختم، تنبلی میکردم، همه نم خیلی کوچیکا ولی همش نم داره. من کتاب مگه میخوندم؟ کتاب مگه با آخر میرسوندم؟ خیلی به صورت اتفاقی خودم نمیفهمیدم و تقریبا 1 هفته پیش من 1 کتاب با آخر رسوندم، کتاب 500 صفحه‌ای. و اینو خواستم بگم چون من خیلی الان میبینم، یعنی هم سن و ساله خودم، از خودم سن پایین‌تر و جوان‌ترا، یکی از بزرگترین مشکلاتی که توی زندگیشون دارم این پشت گوش انداختنه و تنبلی است. خیلی دوست دارن کار انجام بدن ولی انجام نمیدن دیگه، نمیدونن چرا. و فقط خواستم اگه تو لایو والا کسی هستش فقط اینو بگم که آقا این فایل‌ها رو فقط شده گوش بدید، نمیگم انجام ندید. و من الان توی یکی از لایواتون اتفاقا پاندای کوین فوکا رو گفتید، من پاندای کوین فوکا رو فکر کنم 3 تاشو، مخصوصا 1شو فکر کنم از اون موقع تا الان 30-40 بار من دیدم. خیلی روم تاثیر گذاشته، اصلا ناخواسته. مثلا توی اون پاندای کوین فوکا 2 اونجایی که میاد میگه آرامش درون قطره رو میاد میچرخه آروم میندازدش روی اون گیاهه، ناخواسته بعد یه مدت یه اتفاقی که میافتاد، مثلا ذهنم پریشون میشد، اصلا دست خودم نبود، آروم چشمام میبستم، مثلا فکر کنم در عرض 20 ثانیه 15 ثانیه گفتم آرامش درون، اصلا دیگه همه چی از ذهن من میرفت بیرون. حالا دیگه خواستم اینو بگم فقط برای اونایی که پشت گوش میندازن، چون میدونم چه عذابی میکشن. خیلی لطف کردی. جهت اطلاعات جنگجوی دارم. این پاندای کنکور 4ش هم میاد، فردا میاد کانادا، قرار فردا یا پس فردا قرار من و یاسین بریم ببینیمش. خوب دیگه احتمالاً چند روز بعدش تو ایران هم میاد دیگه. عاشقتم، دمت گرم، مرسی، لطف کردی. مرسی، ممنون، متشکرم، خواهش میکنم. بچه‌ها یه نکته خیلی جالبی رو اشاره کرد، من داشتم تو ذهنم مرور میکردم. بیشترین نتیجه رو شاگردای از من گرفتن که گنجینه رو بارها و بارها گوش کردن، که الان گنجینه رو به خاطر هم هدیه گذاشتم دیگه، داشتم بهتون میگفتم گنجینه خودش به اندازه کافی زندگی شما رو متحول میکنه، به شرط اینکه 10-20 بار گوشش بدید. یعنی فقط بذاریدش تو ماشین گوشش بدید، کارشو میکنه. خب زندگی شما رو اون تغییری که باید ایجاد کنه رو ایجاد میکنه. ولی دوستمون رو یادم رفت بهش بگم، دیر یا زود به این میرسید که باید NLP رو هم کار کنید. NLP چون هیپنوتیزم توش داره، هیپنوتیزم یه جایی مثل این دختره بود خانم تبریزی که الان تو بارسلون بود باهاش صحبت می‌کردیم، یه جای دیگه دنیا یه روزی تو نیاز به تکنیکاش پیدا می‌کنه. NLP رو هیپنوتیزم داره، مذاکره با ناخودآگاه داره، قوی ترین تکنیک‌های خلاقیت دنیا رو داره، چیزو داره، کودک درون رو داره، هر چی نیاز داری تو NLP و گنجینه هست.
منم مشکل آقا رو داشتم که اومدم بالا. خیلی ممنونم همشهری عزیزی، سلامت باشید بچه، عاشقتونم، کار ندارید. اگه NLP رو میخواید ثبت نام کنید برید توی استوریا، تو باکس شمارهتون بنویسید، فقط بچه زنگ زدن بهتون جواب بدید، چون جواب شماره زیاده دیگه. جواب ندید دوباره معمولا شانس بیارید دوباره بهتون زنگ بزنن و تخفیفم فقط همونه که دفعه اول جواب میدن. اگه ساعت خاصی میتونید جواب بدید ساعتش هم کنارش بنویسید که بچه‌ها چیز نکنن. اینا که پول ندارن گنجینی قیمتش چنده تا بخریم؟ قیمتش بچه گنجین 3,700,000 تومان، NLP 15 میلیون تومنه، جمعا میشه 18,700. ولی الان با تخفیف همه رو با هم دیگه میتونید بگیرید 3,900. توضیح یه هدایای دیگه هم دارید که بعدم بهتون میگم. بچه عاشقتونم. قصی هم توضیح دادم، اگه واقعا شاید نداشته باشید داره بهتون قصی میدم. بچه ونکوور میخواد بمونید؟ چشم علی، چشم حتما. ونکوور ببین، جمعه شب من رستوران بیرونبر طنجه دارم میرم مافیا. علی عزیز میخوای پیجشون رو سرچ کن، رستوران طنجه، ببین اگر داره هزینه‌ش هم $30، 10 تا 2، 10 شب تا 2 شب، جمعه شب من اونجا. اگرم نه تو هفته آینده احتمالاً یک شنبه یه کلاس کارگاه آموزشی داریم، البته هزینه داره اون. صبحش تربیت فرزنده برای اونایی که بچه دارن یا بعدا میخوان بچه دار بشن، بعد از ظهرش چیزه برای زوجینه یا کسایی که پارتنر دارن یا بعدا میخوان برن تو رابطه، راجع به زندگی عاشقانه و مهارت‌های عشق ورزیدن و ایناست. اون کلاس هم میتونی بیای. تورنتو هم سلماز امروز برنامه‌شو میریزم، احتمالاً 3 ماه دیگه میام تورنتو. عزیزید خداحافظ بچه. آره بیرونبر طنجه، بیرونبر طنجه شبش اونجا مافیا داریم. البته میگم $30 ورودی داره، سریع هم پر میشه، نمیدونم پر شده. اگه مافیا بلدی، جای خالی نداره که بشینیم، فقط همون 10 نفریم که مافیا بازی میکنیم میریم اونجا میشینیم بازی میکنیم. اگه نشد که یک شنبه میتونیم کلاس رو بریم، اگر نشد دوباره دور همین میذاریم. بچه من برم دیگه.